هموطنای عزیز، امیدوارم دور و سرمند باشین. همونطور که می‌بینیم نرگس جان مصروف است، نمی‌تونیم چیکار میکنه. بریم ببینیم نرگس جان چیکار میکنی؟ سلام هموطنای عزیز، امیدوارم جور ساعتان باشین. خوش آمدین به یک ولاگ دیگه همراه ما. همونطور که می‌بینید من کلم رضا میکنم، امشب قصد داریم تا خانم پخته کنیم. دیگه شریفه جان من خسته هستم دیگه کارا سرمایه را کنیم. نرگس جان دیگه حالت فاطمه جان خانم تکلیف نمی‌کنم، وطنای هیچ وقت کمک نمیکنم، فقط در وقت خوردن پیدا میشه. نرگس جان تو فقط کلم ریزه میکنی یا چیزای دیگه هم؟ دیگه چیزا ما آوردیم ما رنده کنیم، باز تفت بدیم غذا رو پخته کنیم دیگه شریفه جان. اینا من خیلی کمک میکنم، خیر است دیگه. نقصد که نرگس جان تون میکنی یا نه؟ تون کنیم یا نه، یا بانیم که فلفل دستش کنیم؟ نه نرگس جان نگاه خانم باید تون باشه. خب شریفه جان باز شکار خوردن نمیتونه. میتونه نرگس جان خیر است. حالا یک ذره باز میگیریم برای شکار جدا میکنیم، باز دیگه ماش بندازیم. بله. خب نرگس جان توضیح بده که آی خانم چرا خم پخته میشه؟ دیگه آی خانم آدم وری. آدم پخته میشه نرگس جان. آیا غذا وری؟ آدم وری پخته میشه. آدم وری پخته میشه دیگه. نمی‌بینید کلم رضا میکنه. به نظرم که نرگس جان خود تو میاد نداری، در اون یاد میگیری. ما دیگه ما زیاد پخته نمیکنیم، ما یک چند پخته کنیم یاد دارم بیشتر ندارم دیگه. بیننده‌های عزیز یک ما یاد ندارم خیلی دارم اینجاش بازی میکنم. دادک بخور چی انداختی؟ دادک بخور و مرغ انداختیم. به خدا یک از جای مگه کمک کرده باشه من. نرگس جان من کار گرفتم امروز دیگه نفهمیدم روش کمک کنم ببخشید. دیگه مصروف تیک تاک بودم. دیگه فعالیت هموطنا شروع شد. آدم تیک تاک از روی تام گرفت گال سر گلن تیک تاک دیگه نمیشه. یوتیوب هست، اینستاگرام هست. دیگه کشه که اینستان فیلتر هست خب فعلا. از واتساپ استفاده کنین، شماره تان در هموطنا بدین که هموطنا در واتساپ استوریتون سعی کنن. کاش که هموطنا باز فقط سعی کنن فاطمه جان. فاطمه جان کاش هموطنا در یوتیوب سعی کنن. خب دیگه انجام بدین، باز دیگه ادامه شد هموطنا نشان بدین. دیگه ادامه شد باز شما بیننده باشین دوستای عزیز. چیکار کردید؟ چیکارش آماده کردید؟ توضیح بدید. شریفه جان امروز عادتای فاطمه نماز رعایت کرد، پایم نداد، کمرم نداد میکنه. از چی میگی؟ زردک رنده کردیم، فلفل دلمر رنده کردیم. مرسی دلمر. مو. دیگه اینا گشنیزم شریفه جان من ریزه کردم. دیگه کلمم رنده کردیم. میفهمین چرا این کورس رنده کردیم مساقی بهتر میآید. خب بنداز دیگه. اگر ریزه کنی خوش نمیاد. کلم تبون. دیگه دیگم روغن نمیندازم میشه فعلا. روغن نپرد. فقط چیزی ما کوتاه می‌کنیم نداشتیم. دیگه شریفه جان من دیر شده نکردم یادم رفته. نیست که معروف دایی خانم پخته میکنه نرگس جان. شریفه جان خود دیر خیلی وقت پیش کرده بود. ما خیلی وقت پیش یکم یک سال میخواستم 4 ماه. یک سال میشه که پخته نکردیم. خب نرگس جان بیا کفیر سال شروع بدی. چی کار میکنی نرگس جان؟ تخت میتونم دیگه. تخت میتونم باز منتظر میشیم که یه تخت به نظر من زرده کم پت نیست. زرده کم پت آفر بکنم تخت بخورم چون تینا یکم دیر پسته هستم. نزدیک پخته شدن که شد نرگس جان باز نزدیک پخته شدن که شد باز چی بودو؟ گشتی مرسی دلمره. یک غذای رژیمی هم هست خب، اما اگر خمیرشه یا کم رژیمی آماده کنی خیلی خوب غذای رژیمی هم میشه. به خمیر مگه من چی بندازم یک ذره اما آرد خودش چاق کننده است، آرد سفید چاق کننده است. نرگس جان لعابش چی است؟ در اینستاگرام میبینم مثلا در جای آرد یک چیز دیگه استفاده میکنم. نرگس جان مگه بهش وقت ندیدیم ویلش دنبال نه دعوای خانم نه، مثلا یگان پیجا هست که چیزای رژیمی آموزش میدن اونا رو میگم. اونش که باید اینستاگرام خودش که تو گفت زندگی ساده. نرگس جان لعابش چی است؟ لعابش آماده نکردیم. در لعابش همیشه روبه دیگه. روبه سوپ میکنن. نمیفهمم دیگه. در اینستاگرام که من دیدم روبه سوپ میکنن. نرگس جان تو به نظر می چیز خودت بلد نیستی کلش از اینستا دیدی؟ من آشپزی با تمنا، آشپزی با علینیا، ولی میدونم فرسایی کنم. شریفه جان دیگه خیلی یک پیج آشپزی بزنیم که خیلی علاقه‌مند آشپزی هستی. آشپزی علاقه داره نرگس؟ آشپزی با نرگس جان. نه دوستای ما آشپز نیستم مکتب
بیزنس وومن هستم. تو دیگه دیگه نشون بده فاطمه جان. نرگس جان بیزینس در کدام لاین است؟ تیک تاک. هنوز تیک تاک ندارم دوستای عزیز، ریشخندی میکنم مگر شما. نرگس تیک تاک ندارم. نرگس جان یک دانه چیز خوانده بودم خب میگفته که شغل بچه رفته بوده خواستگاری، باز میگفته شغل بچه تان چی هست؟ باز گفته بچه ما مدیر است، باز گفته مدیر چی هست؟ گفته مدیر گروه تلگرام. فاطمه جان بفهمی من میخواستم تیک تاک نصب کنم دیگه آمریکا تیک تاک بند کرده دیگه فهمیده که نرگس به بالا میره کل چیز. اما گفته از اینستاگرامی که ما پیسه داشتیم زمان ظهور میکنم. دیگه واقعا دفعه امام زمان زور با گفته افغانی خود ما، با گفته وطن خود ما که دوست شویم ماتم ببرایه. خب فاطمه جان چی کنیم باز در ادامه امروی هموطن هستیم ما اینا رو فعلا تفت بکنیم. نرگس جان چی کار کردی؟ دیگه شریفه جان نه مواد تفت دادیم، حالا میخوایم گوشت اضافه کنیم. سکت فاطمه جان چطور شده در نظر؟ خب هم تون کردیم. بس دست در نکنه. نوش جان. دیگه گوشتم بگیرم اضافه کنم. نرگس جان چطور کردی گوشت؟ گوشت چی کردیم؟ قیله قیله. نه ریش کردیم. ریش کردی و چوتی معلوم میشه نرگس. شریفه جان چقدر گوشت زیاده، دو برابر مواد شد. سکت. خب خیر است اگر گوشت زیادتر باشه مزه‌دارتر شاید بیه. زبانم رک شد. سکل زبان مگرده شریفه جان؟ بهتر رک برک شد زبان رک نشه. خب دیگه ببین که گوشت شد. شریفه جان تو چی کردی؟ من کار کردم. ما من جا امروی کردم، من خمیر کردم. سخت ترین کار دنیا خمیر. خمیر شریفه جان راحت تر است نیست راحت سخت است. حالا دیگه بگی خمیر بخوای برو اونجا بیشی راست کنیم باز برو کنیم. خب دوستای عزیز دیگه اینجا شریفه جان خمیر راست کرده دیگه، من بازم در اینستاگرام یاد گرفتیم. حالا میخوایم ما میشه یک رقم دیگه درست میکنیم، حالا میخوایم در یک روش جدید که شاید بر شما جدید نباشه البته، شاید همیشه هم به همین روش جور کنیم، میخوایم ما جور کنیم. این روش ما تازه یاد گرفتم. خب نرگس جان چیزای خوب یاد بگیم مزه‌دار که بر ما پخته کنی. نرگس جان مثل از بانجان سفید پخته نکنی. چی بود نامش؟ راتاتویی بود. من چی بود؟ عزیزم من براتون غذای فرانسوی درست کردم. من نرگس جان رفتم غذا در ذائقه ما نمیخوره. آره عزیزم من میخوام برم فرانسه، از همون خاطر برای شما غذای فرانسوی جا کردم دیگه. خب دست در نکنه ولی خود غذای درست ذائقه کلگی ما بخورم. چشم. دفعه بعدی دیگه از غذاها در شما درست نمیکنم، در خود درست میکنم. باش گالی از پیش من خراب نشه و دوستای عزیز سرما خنده نکنید. این نیست دیگه نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز یعنی دیگه روش ما اینی میست روش جدیدم. چطور شده شریفه جان؟ خوب است دیگه. دیگه اینا دیگه اینی می بود دیگه باش که من داده کنم. یه دیگه گندگی دیگه غم. شریفه جان باش که اینجاش باز میشه هیچ چی کنم من؟ نرگس جان بده زرع بزنیم. این زرما روغن اینجا هست میزنم. روغن نمیشه نرگس جان روشندی نکن. شوید شریفه جان. خب دیگه شریفه جان بگی دیگه کار کنیم دیگه که من گوش نشدیم دیر شده. ایش خیلی دراز وسطش نیست نکنیم. خب هم اصلا عزیز غذای ما آماده شد دیگه، اینه میخوایم به خرج بکشیمش. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جان سایته حالیست دیگه اینه تو شده باش که ببینم قیافش خوب است اگه مزهش هم خوب باشه. باش که من ایده یا صبح کجا بانو ماده فاطمه جان تاش من دیگه اینجا بانو. خب دیگه شم بکشم صداش نمیرسه بس از فاطمه جان یا بانو میاد ببینم. بس است نرگس جان.
گیره گل خانوم میگن راستی دوستای عزیز. گیره روش که ما آماده کردیم میگن گل خانوم. خیلی گل خانم خوشمزه شده میشه. آی خانوم میشه این فکر کنم. گیره روش که خود ما جور کردیم همیشه میگفتم باش که فاطمه جان بیا. بیا شام دیره. این ما روش ساده جور میکردیم. یم گل خانوم. باش که فاطمه شما عددی کار کرد من خوب نیستم خواهد یه ذره موشم پتم نرگس شف خب شوی این توی دار فاطمه جان نام از آشپز چی بود؟ کم تو نمک انداخت؟ یادم نیست. باش نام همون که ترکی بود؟ نه ترکی نیستم نمیفهم نگاه خیر است دوستای عزیزی هم از آی خانوم ما دیگه میخوایم ببریم سر دسترخوان. هموطنای عزیز غذایتون نوش جانتان دیگه ما این غذای ما را کشیدیم دیگه دور از دلتان باشه. شریفه جان تو خودم گفتنی نداری؟ نه دیگه نرگس برای بخوره فاطمه جان بخوره برای ببین که باش که من راستی هموطنای عزیز دست کل ما درد نکنه دست شما هم درد نکنه که تا این دقیقه برنامه ما را دیدن همون لایک هم بزنین دو گوشه. خوشمزه است دستتان درد فاطمه جان نکنه. میفهمی چرا تو رو گفتیم تسکو؟ از خاطر که تو فقط در خوردن پیدا میشی. البته مثل دفعه قبلی سلام خداحافظی دفعه قبلی که سلام خداحافظی زن مامان یک جای شده بودن از ما مامون خم یک جای شده و اینا مامون خم که نرگسان گفته غذایتان نوش جانتان دیگه یادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب کنین زنگوله رو فعال کنین و از ما حمایت کنین. تشکر بسیار زیاد. خدا نگهدار. خدا نگهدار.